میخوام در رابطه با کوچه لالاگر یه صحبت مختصر و مفیدی داشته باشم که یکی از جذاب ترین کوچه های تهران هستش و در حوالی خیابان حافظ، خیابان نوفل نشاتو کوچه به این اسم واقع شده و طراحی خاص و بنای قرینش باعث شهرت این کوچه شده که برمیگرده به دوران پهلوی اول و خود خانواده لالاگر که دو برادر به اسم محمد باقر و اکبر که اکبر فرش‌فروشی در برلین داشته سرمایه گذاری میکنن دو برادر و بخشی از اموال خودشون رو به ساخت بیمارستان و مسجد اختصاص میدن و این ملک رو هم میخرن و در این ملک بناهایی که ساخته میشه توسط استاد حسن بنا به صورت کاملا قرینه طراحی و ساخته میشه که ویژگی های جالبش با اینکه در سال 1310 به روایتی و البته در جای دیگه در سال 1317 گفته شده تصمیم به ساخت این بنا میگیرن و ویژگی معمارانه‌ای که وجود داره این بناها کاملا قرینه هستن از مصالح سنتی استفاده شده برای ساخت بنا که در اون زمان از آجر و گچ و کاشی‌های زیبا در خانه استفاده میکنن و تقارن در جزئیات وجود داشته که حتی کوچکترین المان ها مثل شیر آب و تزئینات گچی و نرده ها در دو طرف همگی به صورت قرینه طراحی و ساخته شد و در حال حاضر یک دیگه از ویژگی های جالب اون کوچه کوتاهی هستش که از ابتدا تا انتها طولش کوتاه هستش ولی تبدیل به یک محیطی دلنشین شده از این بابت که در اون کوچه علاوه بر این خانه قرینه قرار گرفته یک فسفودی هم وجود داره که برمیگرده تأسیسش به سال 1340 که توضیح خواهم داد اما در همین کوچه این